میکنم، من برات این کارو میکنم، من برات این کار. با شرافدین وقتی برآمد پس که با شرافدین کاری که میخواد انجام تیا تو اینکه مردم ببینن. همه وقت یعنی که ملت و مردم انتظاری نوگانی ان، چی او را شرافدین میکنه، چی او را پیمان میکنه، چی او را گروه 24 میکنه. هیچ یگان مشکل وجود نداره، ولی اتهام کردن و ساختن که یکدیگر یعنی که شرافدین ببره اتهام کنه ای فلانی نتونست اوش ببره بگه شرافدین نتونست ایش ببره بگه تو خوینی ایش به این کار کاملا محکوم است از نگاه سیاسی و یگان مشکلاتی در اینجا وجود ندارد، بلکه این برعکس امکان داره که شرافدین یا که برادرانی که برآمدن ریسکشون بیشتر است. یا وقت میخیزه که شرافدین در پیش قصر ملت گشته است، یعنی رحمان ایران انتظار باشه، چون که شرافدین یا آدمی است که ریسک میکنه و او ریسک شرافدین میکنه هیچ کنه نمیتونش کرده، ایران نه من میتونمش کرده نه یگون کسی دیگه. این اعتراف کردن در کار واقعیت از مرد باید مردانه گپ زنه، ولی امکان داره که در ریسکش اشتباه کنه. ایشان وجود داره میتونه اشتباه کنه، میتونه اشتباه نکنه کاملا همه را در حیرت گذاره، یک کاری کنه که همه انگشت حیرت بزن قندق تا بزن شرافدین به این کار کردگی. امکان داره و همون خاطر کاملا برادرانی که در پیمان ملی در حزب نهضت اسلامی و احزاب دیگری که وجود دارد خواهش میکنیم با سنگ پرتایی خاتمه دهید تا اینکه رحمانوف بیشتر خرسند نکنه. و پیام من به رحمانوف و با همه مقاماتش همین است که این کاری که شده است این یعنی که ضربه برای شما بیشتر است، به این ضربه کمتر نیست. اون افرادی که اداره میشدن از طرف گروه 24 افرادش یا از طرف پیمانی نهضت افراد، وقتی اونها خارج شوند و بگن ما دیگر اینجا نیستیم و میخوایم یک چیز دیگه تشکیل کنیم، بازی رحمانو بیشتر مبارزه بریم. پس رحمانو بدونه که افرادی که سیاست هر دو گروه آموختن یک کار تشکیل کردن، افرادی که بیشتر آگاهی دارن از سیاست هر دو، از سیاست همه احزابی مخالف، یک چیز کردن میانه وسط و یعنی که کارشون رو انجام دادن. یعنی این بر ضرر رحمانوف است و این بر ضرر یعنی که سیاستی پیشگرفته شیطان عالی است و مقاماتش. و رحمانوف هیچ کس را وقتی کسی میداره پیشت میگه این کاری ما بود، یگان خیلکاری یگان دولت خارجی یگان چیز دیگه وجود ندارد و یگان گپ خبر من تماما یعنی که نمیبینم در اینجا که یگان گپ وجود داشته باشد. و همون خاطر دایره زدن یعنی که توی به دایره کردن هم فایده نداره. یعنی که کرمان میبینم خنده میگیره برای هشت که از داخل همش یعنی که معلوم است فهمو است چی گپ است. یعنی به همون خاطر این کارو غلط است. و اون چیزی که شرافدین گدای واقعا هم اشتباهش در قضیه همون چیزی که برآمد نسبت داملو سید یونس گفت اشتباهی، یعنی که اشتباهش میدونم من اینا 100% این گپی گفتگیش اشتباه بود و نهضت اسلامی تاجیکستان از یگان جای اداره نمیشود و امکانی اداره شدن هم نیست، وجود ندارد. پیمان ملی حزب نهضت اسلامی تاجیکستان شورا دارد و اون شورا تصمیم میگیرد، در تصمیم ها مستقل هستند. گاه شورا تصمیم میگیرد که رئیس کاملا مخالف اون گپی که شورا تصمیم میگیرد هست. 100% دائما اطمینان دارم یعنی که در قضیه رئیس میخواد که یک کار بشه ولی اهل شورا میگن نه با همین فکر روزی نیستیم. خیر رئیس دیگه شورا را نگاه میکنه کار میکنه، ولی وقتی که فکر کنی که کامل یعنی که از کجای همین مسئله که در مسئله شرافدین بود، همین هم مسئله یعنی که ما نمیخواهیم که یگان فکر دیگری که میخواهند وارد کنن ما قبول داشته باشیم. همین از اختلاف یعنی از مستقلیت حزب نهضت و پیمان صحبت میرود. همینجا از گپ که حزب نهضت اسلامی تاجیکستان پیمان ملی یعنی از هیچ کجای اداره نمیشود. ادارش با عقلهای تاجیکی، با فکرها، با مغز، با اسلوب و همون شیوهی که استاد محیدین کبیری یعنی که پیش گرفته است و امروز آمده است همون است. ولی بار دیگر میگم میان این دو برادر یعنی که استاد کبیری و برادر شرافدین گدایف دو چیز وجود دارد که هر یک کدام ما و شما باید بدونیم. شرافدین گدایف سراسیمه است، عجله میکنه در بسیاری کار، این است. یعنی ولی یک چیز دیگر مردانه باید اعتراف کردن در کاری که اگر همین استاد محیدین کبیری اصلا خدمت نکرده باشد در حیاتش به هیچ کسه، همین به شرافدین گدایف خدمت کرده که یعنی که شرافدین گدایف امکان نداره او را این کار کنه. همین برگرداندن آوردن از تاجیکستان یکی خدمت بزرگ استاد کبیری است. یعنی اینا من شاهدم، اگر شرافدین اعتراف میکنه نمیکنه من شاهد این مسئله هم صحبت هاشه
یعنی که با سیاستمدارا چی کار کرد، چه صحبت کرد، چی گپ زد، چی کارو کرد، ما شاهدیم. همه بچه‌های پیمان نهضت متحدانه کار انجام دادیم در این مسئله. تشبث استاد کبیری در این قضیه کار بازی نبود و این هیچ کس اعتراف نکرده حق نداره. مثلا که پیمان و نهضت هیچ کار نکرده است، همین کاری که از مخصوص برای شرافالدین کرده است. اگر شرافالدین این را وظیفه محیدین کبیری بدونه، خوب مالش وظیفه‌اش، ولی وظیفه‌اش انجام داد در قبال تو. درست پس انجام داد است همون یک کاری رم که برای تو با فایده تو باشه. اگر نه جای تو جای برادر سهراب ظفر و جای ده ها برادران دیگری که گرفتن استرداد شدن بردن، الله لعنت کنه رحمان و بدترین حالت ها برادرای ما و شما قرار دارند از زندان. درست یعنی که نگاه کنید، یعنی این کاری عادی نیست. ولی این اعتراف نکرده، شرافالدین نمیتونه که اعتراف نکنه که نکرده است. اگر بگه که وظیفه یعنی که محیدین کبیری بود، پس مالش وظیفه‌اش انجام داده است، پس هم وظیفه‌اش در قبال تو انجام داده است. یعنی مسئولیتش انجام داده است، همچون رئیس پیمان، همچون شخصی که یعنی که خاص میکاره بکنه می شرافالدین هم یعنی آدمی که پیشگویی نشونده است. یعنی که میخواد که یگون سنساسیا کنی، میره قش شرافالدین سنساسیا انجام